لولی‌ها جوگیان خلقیت کوچمنچی در بسیار مملکت‌های جهان زندگی می‌کنند. در زمان شوروی به گروه‌های اروپایی و آسیایی تقسیم شده، شماره عمومیشان طبق سالشماری 1979 209,000 را تشکیل داده، از جمله در تاجیکستان زیاده از 1000 نفر زندگی می‌کردند. وطن اصلیشان هندوستان بوده، بعدتر آن را ترک می‌کنند. آنها به جمهوری اسلامی افغانستان و ایران، کاوکاز، ترکیه و دیگر دولت‌های آسیای میانه کوچ می‌بندند. لولی‌های اروپایی خود را روملام می‌نامند. با شیوه‌های خود که با زبان‌های هندی منسوب است و زبان‌های خلق‌های محلی گپ می‌زنند. دینداران پرواسلاوی‌اند. اولین معلومات درباره به اروپا آمدن لولی‌ها به سال 1100 راست می‌آید. سال 1417 در ونگریا، ایتالیا، فرانسه، انگلیس، اسپانیا و دیگر مملکت‌ها پهن شدند. در عصر 16 بلاروسیا، عصر 17 اوکراین و رایون‌های جنوبی روسیه پهن گردیدند. لولی‌های مقیمی در شهرها با هنرمندی مشغول بودند. کوچمنچیان اساساً گدایی، فولبینی و زنجلوبی می‌کردند. اولاد یا گروه زندگانی می‌کردند. اقساقلانی انتخابی داشتند. لولی‌های آسیای میانه خود را موگد آتش پرست میگویند، ولی اهالی محلی آنها را لولی جوگی مینامند. از قدیم در سمرقند، بخارا، تاشکند، فرغانه، قوقند، کرتی و دهاتی اطراف این شهرها زندگانی میکنند. با زبانهای تاجیکی و ازبکی گپ میزنند. لهجه مخصوصی خود را دارند که آن را زبانی موغتی و عربی میگویند. دینداران مسلمانان منبع‌های تاریخی از سنه به آسیای میانه آمدن لولی‌ها معلومات نمی‌دهد. موافق روایت‌ها در زمان سلطنت تیموریان در سمرقند محله‌های مخصوص لولی‌ها بودند. در اثرهای زشودیه بابور ابوالغازی بهادرخان، پیر محمد بخارایی راجع به لولی‌های آسیای میانه بعض معلومات‌ها هستند. تا رولوسیون کبیری سوسیالیستی اکتبر در تمام گوشه کنار تعقیب کرده می‌شد. حکومت سوویتی با مسئله به حیات مدنی مقیمی گذرانیدن به مهنت ثمرناکی جمعیت جلب نمودن لولی‌ها اهمیتی کلان داد. اولی سال 1923 در مسکو یک چای کمسومولی لولیچه‌های روسیه 23 ایول 1925 اتفاق لولی‌ها تشکیل کرده شد. درباره لولی‌ها نشر ژورنال‌های روحی نو 1927، شفق رمزی 1930 آغاز یافت. سال 1928 در اساس خط روسی الفبای لولی‌ها تصدیق گردید. سال 1930 در مسکو تئاتر لولی‌ها رمزی گشوده شد. در تاجیکستان امروز بیشتر در اطراف شهر و رایون‌های پنجکند، کنی بادام، وادی حصار سانی شده در کارخانه‌های صنعتی و خوجگی قشلاق کار و در عائله برابر حقوقی خلق‌های سوویتی زندگی می‌کنند. لولی‌ها در روسیه همچون تاجیک معرفی می‌شوند و حالا مقامات جمهوری تاجیکستان پیشنهاد دارد که در شناسنامه‌های آنها منسوبیت قومی آنها درج شود. لولی‌ها از تصمیم حکومت برای جلب آنها برای تحصیل فرزندانشان همراهی نشان دادند، اما معلوم نیست که در صورت داشتن مکتب آنها فرزندانشان را که در گدایی با آنها کمک می‌کنند به مکتب روان می‌کنند یا نه. اینک باز رسیدیم به انجام یک نوار دیگر. تا نوارهای آینده شاد و پیروز باشید.